تاریخی چون بیشترین سر صداش در آذربایجانه آقای فروزانی کاملا باطله. عرض میکنم چرا؟ اول اون که حکومت‌های ایران از زمان برافتادن آل سامان که ایرانیان بودن در خراسان تا احمد شاه قاجار دست ترکان بوده، در واقع دست فارس ها نبوده. توجه ندارن بعض هموطنان که آقا حکومت‌های ایران یکی پس از دیگری سلسله‌های پادشاهی از غزنویان و بعد سلجوقیان و خوارزمشاهیان و حکومت‌های مغول و تیمور لنگ بگیرید تا زمان احمدشاه، اینا همه کی بودن آقا؟ ترکان بودن بر این سرزمین حاکم بودن. و بعد هم در تمام این دوره‌های تاریخی که ما نگاه میکنیم یک کریم خان زند ما داریم که این فارس بوده به قول معروف، یعنی زبانش پدریش فارسی بوده و عرض میکنم تبارش ایرانی بوده و بعد